نام ادوارد جنر رو انگلیسی‌ها زیاد شنیدند. پزشکی که در 14 می 1796 میلادی واکسن آبله رو کشف کرد. او اولین بار این واکسن رو به بدن جیمز فیلیپ 8 ساله تزریق کرد. جیمز کوچولو حتی توی خواب هم نمیدید که 3 قرن بعد سسوال، افسر بازنشسته امریکایی، برای هک کردن سیستم عامل اندروید یک چیپست NFC رو به دستش تزریق کنه. چیپست های NFC یا ارتباط حوزه نزدیک به طور اختصاصی برای کار در گوشی‌های تلفن همراه طراحی شدن تا برای انتقال فایل مورد استفاده قرار بگیرن. NFC در واقع یک وسیله ارتباطی بیسیمه که بین دو دستگاه که نزدیک هم قرار گرفتند کاربرد داره. البته این فناوری قابلیت هماهنگی کامل با بلوتوث و وای فای رو داره و از این طریق میتونه ارتباط رو در فاصله دورتر برقرار کنه. اما برگردیم سراغ سس. چیپست کاشته شده داخل دست مجهز به یک آنتنه که به اون یا هکرهای دیگه این امکان رو میده که تمام موانع امنیتی گوشی‌های هوشمند رو دور بزنه. این چیپست به تلفن‌های همراه اطراف خود یک پیغام میفرسته و کاربر تلفن همراه قربانی رو تشویق میکنه تا یه لینک باز کنه. وقتی کاربر پیام رو تایید کرد، بدافزاری روی تلفن همراه تومه نصب میشه و اون رو از طریق کنترلر از راه دور کاملا در اختیار هکر قرار میده. هکر از این طریق میتونه هر گونه حمله‌ای رو علیه گوشی تومه پیاده سازی کنه و داده‌های مهم و حساس رو در معرض سرقت قرار بده. مهمترین نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که تشخیص این نوع حمله هکری تقریبا غیر ممکنه، چون چیپست چند روز بعد از تزریق در بدن نامرئی میشه. سسوال اعلام کرد این چیپست از تمامی بازرسی‌های ایمنی به راحتی عبور میکنه و تنها از طریق اشعه ایکس میشه جایگاهش رو تو بدن شناسایی کرد. اما نکته گفتنی این که دوستانی که از گوشی‌های هوشمند NFC دار استفاده میکنند بهتر از این به بعد بیشتر حواسشون رو جمع کنن و تلفن همراهشون رو دست هر ناشناسی نسپارن.